کسی که رعایت حجاب رو نمیکنه ما به خدا نه داغ و درفش قراره بیاریم برای این دختر عزیزمون. اتفاقا تو این زمینه تنبیه‌ها خیلی ملایم تره از جریمه‌های مالی شروع شده تا دعوت مثلا به فلان. اگه دیگه خیلی تکرار شده باشه دیگه زندان ممکنه براش در نظر گرفته بشه. برایم باورش سخت است. بانو میرزاخانی و تو همجنس هم هستید ای از نسل سفیانی. اگر انصاف باشد محض این توهین و تهدیدت شما لایق‌تری بر حبس و داغ و یا که تبعیدت. تمام درک امثال شما از مملکت داری مبادا روسری را از سرت خانم برداری. مگر یارب نگفتی آیه لا اکراه و آزادی؟ چرا افسار ما را دست این بیمغزها دادی؟ اگر امر به معروف است نادان شرطها دارد، چه تأثیری کلام مثل تو بر قوم ما دارد؟ کدامین چای با این آتش پرسوزتان دم شد؟ چرا وضع حجاب این جماعت کمتر از کم شد؟ بر این باطل همین بس عالمان مطرح دینی هزینه آفرین گفته تو را ای بنجل چینی. یقین دارم بهار آید پس از این روزهای سرد، شما را حضرت مهدی عذابی سخت خواهد.